درود با بیننده عزیز تلویزیون سفینه. برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است در موضوع سبب و عامل‌های پیدایش بیماری‌های سرایتی. خب دوستان گرامی قدر، مهمان داریم از دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، دانشجویان و آموزگاران، و مهمان داریم طبیبان از بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری‌های سرایتی شهر دوشنبه. شما را خیر مقدم میگویم. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بیاید از جوانان شروع میکنیم. در موضوع سبب و عامل‌های پیدایش بیماری‌های سرایتی رو در مثلا ارگانیسم انسانیت حرف بزنید. مثلا امروز بیماری‌های سرایتی خیلی زیاد هستند. بیماری‌های سرایتی اساساً یک جزء بیماری‌های میباشند که بعضی آنها خاصیت موسمی دارند، بعضی دیگر بیماری‌های سرایتی باشند نوبسته از موسم میتوانند به انسان‌ها سرایت یابند. خب بیماری‌های سرایتی میتوانند بر راه‌های قطرگی هوایی گذرند، مخصوصاً ویروس گریپ که جامعه جهانی را امروز به تشویش می‌آورد و یک قطار مقصد توبرکولوز، بیماری سیل میگن، با واسطه هوایی قطرگی میگذرند که میتوانند بیماری‌های اینها آرزه‌های دیگر را به میان آورند. خب هستند بیماری‌هایی که با واسطه خون میگذرند، موادهای خونی، و اکثر از استفاده نادرستی اشیاءهای طبی از جانب استوماتولوگ ها، از جانب بعضی از جراحانی که با قاعده های عادی ترین اسپتیکی و آنتیسپتیکی رعایت نمیکنند، از جانب اکوشر گینکولوگ ها به زنان مادران ما وارد کرده می شوند. خب مخصوصا با بیماری های سرایتی که امروز وبای عصر گشتند، یکمین درجه داخل می شود بیماری سپید. بیماری سپید می تواند به راهی خب از خون به خون با واسطه موادهای خونی گذرد. از این جهت خطای دکتران هم هست. دوم، با واسطه مادر به کودک هنگام تولد شدن اگر ورش قیصری نکنند از مادر به کودک سپید سرایت می‌یابد. و سوم، به راهی علاقه جنسی که امروز جوانان ما را بسیارتر فرا گرفته است. و یکی از عامل‌های دیگری اونی که بیماری‌های سرایتی مردم را سرایت میکنند، رو آوردن بحث از طبقه های جمعیت به نارکومانی یا که نشأمندی میگن. نشأمندی به اون آورده میرسند که اکثر آدمان از یک سوزندار و یک چند نفر استفاده میبرند و همین طریق اونها با بیماری های سرایتی ویت سپید گرفتار میشوند. خب بیماری های سرایتی که خاصیت موسمی دارند، گریپ، ویروس گریپ اساساً با واسطه قطرگی هوایی گذشته بسیارتر خب التهاب راه‌های نفس‌کشی رو خب سببگار می شود. بغیر از التهاب راه‌های نفس‌کشی، ویروس گریپ می تواند سبب پیدایش بسیار عارضه‌های وزمین گردد، حتی می تواند انسان را تا به مرگ آورده رساند. در این باره استادان با نقص‌تر معلومات می‌دهند. و دیگر وبایی که امروز در بین جمعیت ما بسیار تشویش‌آور است، این ویروس‌های گپاتیتی میباشند، مخصوصاً ویروس‌های گپاتیت B، ویروس‌های گپاتیت S که اینها اساساً با واسطه خون میگذرند. ویروس‌های گپاتیت B و S اساساً B بسیارتر خطرناک است برای که بر طوری مخفی میگذرد. یعنی که بیمارانی که گرفتاری بیماری گپاتیت B هستند یگان شکایت ندارند، فقط در نتیجه سنجش معلوم کرده میشوند. در نتیجه سنجش فقط همون فرمنت ها میگن فرمنت علت از حد بلندشوی فرمنت علت شهادت از آن میدهد که جگر کار خود را اجرا کرده نمیتواند و این باعث دیگر عارضه ها حتی بر روحیه انسان ها تاثیر آورده میرساند. خب ویروس گپاتیت S باشم طریق گزارش هم با مانند B با واسطه خون میگذرد و در این باره من فکر میکنم که خدمات های داخلدار باید چراهای ضروری سری وقتی اندیشیده شوند. عین حال ما در موسم بیماری های شدید ویروسی راه‌های نفس قرار داریم. مخصوصا این نمودی بیماری ها در بین کودکان نیز بسیار وامی خورند و کمی هم باشد وزنی تر میگذرند. بیماری های شدید ویروسی راه‌های نفس یک گروهی کلان بیماری های سرایتی است، مخصوصا در بین مردم آشنا است، یعنی که ویروس زکام، گریپ. ویروس زکام از روی ساختار آنتیگنی با سه گروه تقسیم کرده می شود: ویروس زکام A، ویروس زکام B و ویروس زکام C. بسیارتر در تمام جهان مخصوصا در جمهوری تاجیکستان ویروس زکام A زیادتر پنج شده است. برای چی؟ برای آنکه سببش یعنی که ویروس زکام A تست ساختار آنتیگنی خود را عوض میکند و شکل‌های گوناگون ویروس را
аз рӯи сохтори антигенӣ ба вуҷуд меорад. барои ҳамин дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст, яъне ки H1N1 меган, H2N3 меган, яке аз сохторҳои ҳамин вируси гурӯҳи А мебошад. барои ҳамин вақте ки шахс сироятнок мешавад, ба як намуди ин вирус гирифтор мешавад ва дуюмбора сироятнок шудан яъне ки ба серотипи штамми дигари вирус яъне ки сироятнок мекунад ки организм қобилияти муҳофизати худро аз ҳамаи ин серотипҳои вируси зуком яъне ки муҳофизат карда наметавонад. барои ҳамин шахс яъне ки дубора ба ин беморӣ яъне ки гирифтор мешавад. خب گمان میکنم موضوع برای شما آشناست، زیرا که همه روزه با بیمارانی که با چنین بیماری ها گرفتار هستند روبرو میشوید. خب من سنجش میگذرانید، گفتگوزار دارید، بیاید به طور فراخ و آشکار حرف بزنید که مثلا امروز تشویش آور کدام نوع بیماری های سرایتی است که مثلا به شما مراجعت میکنند بیماران؟ عین حال موسمی بیماری زکام یعنی زیادتر مشاهده می شود. در فصل سرما زیادشوی بیماری‌های موسمی مخصوصاً بیماری زکام زیاد می‌گردد و این چنین دیگر بیماری‌هایی که تشویش آور است عین حال در جامعه این بیماری چخیلی گفته گذاشتن بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت آدم یعنی سپید و دیگر هپاتیت ویروسی B و S. بیماری ویروسی نارسایی آدم نیز و عین حال زیادتر مشاهده می شود. این مراجعت به بیمارخانه ما هم هست، این در آنجا بیشتری کرده می شوند، توابط خودشون رو می گیرن، لیکن راه های گزارش اینها مثلا فرق میکنه. بیماری زکام این خصوصیتی تیز پهن شوندگی دارد و چخیلی گفته گذاشتن خصوصیتی ساختار خودش رو تغییر دادن دارد. یعنی انسان و سیستم محافظتی بدن انسان تنها با یک نمودی ویروس ایمونیته مسئولیت حاصل میکند. دفعه دیگر وقتی که ویروس به ارگانیسم انسان وارد می شود و خصوصیت ساختار خودش رو تغییر میدهد، در این وقت مثلا شخصان بیشتر به بیماری زکام گرفتار می شوند. خیلی که قاید کردیم حاضر دوره اوجگیری بیماریایی که با طرز هوایی قطرگی پهن میگردد. من حاضر در بیمارخانه ما باشد قریب از سه قسم آن کودکانی که بستری هستند این سرایت های هوایی قطرگی، یعنی نه تنها زکام بلکه باز با زکام مانند با طور ترمین مدیسین گوییم پاراگریپ، ادینا ویروس ها هست، ریسپیراتوری سینتیزیالی هست، همه آنها البته با طور وزنینی به بیمارخانه مراجعت میکنند. طبابت آنها در زمان حاضر باشد قریب که از طرف گوییم که بودجت گذاری دولتی قریب همه داروهایی که لازم هست همشه با آنها تعیینات کرده میشد. یعنی در بیمارخانه کلینیکی و شهری سرایتی کودکان. اون کودکانی که البته در بیمارخانه ما کودکانی تا 3 ساله قریب که تماما به یگان مبلغ گذاری رایگان توابط گرفته میتونن. در مورد نشانه های بیماری های سرایتی مثلا در نوبت اول چگونه سر میزنه در ارگانیسم؟ مثلا بیماری ویروسی هپاتیت B و S انسان چگونه احساس میکند؟ بیماری سرایتی کدام کسالا بیماری سرایتی میگوانه وقتی که برانگیزنده میافتد بدن آدمی سالم با کدام طرز میافتد این خطرگی مستعد برای میافتگی برای دهانی هم میافتد با خون هم میافتد با پوست آدم میافتد. اون وقت آدم ها میشن کسالای سرایتی میشن. درباره کسالی هپاتیت کدام علامت ها هستند؟ البته که من خیال میکنم که پیش از زردی شدن که کسال زرد میشود البته که از پرجلتوش پیروز میکنه تو زردیه یک چند روز کسالا به مانند گریپ کدین کسال میشد، به مانند کسالایی که التهاب معده میشند که دکتر اینا نمیتونه تشخیص ماندن اولش بود. اگر دکتر باشه که تجربهش باشه اگر از همه پیش این پیشا باشن
پیشاب سرخ میشد، لکن همه وقت میره نمیپسند که همه وقت نمیفهمد میره نباشه از همه پیشابی همین آدم دیگرگون میشد. بعد پسون علامت های زردی پیدا میشه که خودی که چشمش سر شدن تقسیم شده میمونند. همه اینا به واسطه افتیدن برانگیزنده و همین کسالای سیراتی میرسانند. بله، طوری ما و شما میدونیم باید این چیز آشکار باشد میان جوان دختران و جوان پسران بیماری های سیراتی خیلی زیاد گردیده است. شما همین داغ رو در چی میبینید؟ یعنی که کی باعث میشود، چی باعث میشود؟ سبب های اساسی گزارش ویروس های هپاتیت و اسپید اصلا در رعایت ننمودن قانون قاعده های هم گیگینی است و هم طبی است. امروز که در جمهوری تاجیکستان تمام وزارت تندرستی و مؤسسه هایی که در زیرتابع وزارت تندرستی هستند تمام چاره ها برای پیشگیری نمودن پهنشوی بیماری ها اندیشیده شدند. متاسفانه باز بیماری ها پهن شده ایستادند. در دولت های اول قدرتی که تمام شرایط رو دارند این بیماری ها تا حال راهی حل خود رو نیافتند. سبب در آن است که اصلا جوانان باید که از علاقه های جنسی تصادفی دست کشند. دویم باید با تمام شرایط های طلبات های گیگینی رعایت نمایند. دیگر روی گزارش اون در خون است و در هنگام گذراندن خونی که از برای گذرانیدن در خلدلنیک ها یختون ها محافظت می شوند و این خون رو هنگامی که خون میگیرن باید که بعد 6 ماه یک بار دیگر تشخیص کرده بعد گذارن، چون که بیماری های هست، بیماری های سیروتیک هپاتیت ها اصلا دوران سکریتی فرم هست که و معلوم نیست، پوشیده هم بله پوشیده هستند و حاضر همین تست هایی که حاضر ما میگذرونیم در همین تست ها 100% انیق کرده نمیشوند و برای این تکرارا باید که به لابراتوری های تشخیصگاه های مخصوص فرستانده شوند و این بیماری ها تشخیص شوند. دیگر روی گزارش این بیماری ها از نرکمان ها که یک سوزاندارو رو چند نفر استفاده میبرند و امروز دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک با همراهی کافدرهای انفکسیونی و مؤسسه هایی که زیرتابع دانشگاه و وزارت تندرستی هستند باید یک دستورالعمل برای کارخانه های معیشی پیشنهاد نمایند، چون که در کارخانه های معیشی اصلا از علم دور هستند، باید این رو حتما عملی نمایند. در جمهوری تاجیکستان نیز این بیماری با معلومات های آماری تا سال اخیر زیاده از 10,000 حادثه هایی که به قید گرفته شده است تا سال 2019. بله در جمهوری تاجیکستان امروز این بیماری به قید گرفته شده است و مشکلی هست. مشکلی امروز گویم در تمام دنیا هست و ما رو ضرور است که باید پیشگیری نماییم بیماری رو، چون که تا حال برای بیماری مذکور یگان واکسین مخصوص و پرپارات های شیمیایی که هستند امروز با پرگی توبت کرده نمیتونند و امروز ما رو ضرور است تنها پیش نماییم پیشگیری کردن بیماری رو. خب خیلی که معلوم است بیماری تنها با طریق سه راه میگذرد، یکی راه علاقه جنسی، دیگری از مادر سیرایت یافته به کودک، همون هم زمانی میگذرد که اگر با راه طبیعی تولد کند. قریب 95% یعنی که 95% حادثه ها زمانی به قید گرفته می شود که مادر سیرایت یافته توسط راه طبیعی تولید میکند و اگر زمانی که سری وقت معین کرده شود که اون در حقیقت گرفتار سیرایت است و با برش قیصری خیلی قید کردن اگر گرفته شود کودک، اون کودک امین میماند از سیرایت یافتن به بیماری مذکور. خب بغیر از این دیگر راهی که معلوم است این راهی تماسی توسطی به شکل دیگر میگن که پرنترالی به زبان طبی. خب
این راه زمانی میگذرد که از موادهای از تجهیزات طبی که آلوده شده است به خون سیرویت یافته میتواند به شخص سالم گذرد. اساساً راهی تماسی در زمان پیشتر جای اول رو میگرفت. امروز باشد با راهی اساسی گزارش بیماری سیرویتی ویروس نارسایی مسئولیت دادم این توسط علاقه جنسی است. دوره پنهانی بیماری بسیار دراز است. مشکل است. شخصی که گرفتار بیمار است او نمیداند که او سیرویتناک هست یا نیست و یگان تشخیصی لابراتوری هم نگذاشته است. از همین سبب دوره پنهانی بیماری از 6 ماه تا 10 ساله ها این هم وابسته است از ایمونیتت شخص. از همین سبب من خیال میکنم وقتی که میبینند تشخیصی لابراتوری نمیگذارند و میتوانند به واسطه اویله های خود را سیرویتناک کنند. خب عامل دیگر است، این عامل رفتاری است. امروز در بین جوانان بسیارتر علاقه جنسی به محافظ به ترتیبانه گویم که زیاد گشته ایستاده است. دیگر در بین گویم که استفاده برندگان مواد مخدر زمانی که از یک سوزندارو یک چند نفر استفاده میبرند اینم عامل است برای پهن شدن بیماری مذکور. گفتیم راههای گزارش، گفتیم عامل‌های پیدایش، گفتیم مثلا راههای تبابت، همه این مسئله ها رو گفتیم. اومدیم سر مقصد اساسی ما چی است که پیشگیری همین بیماری ها و چگونه با کدام راه ها ما میتوانیم که من از همین بیماری ها دور باشیم و من گرفتار نشویم، یک فرزند خوب باشیم، یک انسان سالم باشیم که در جامعه در کاری باشیم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. پیش از همه من فکر میکنم اولین قدمی که انسان میگذارد اول بلند برداشتن معرفت در میان اویله. من فکر میکنم پیش از همه رابطه مشترکی وزارت تندرستی با کمیته زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عاید بلند برداشتن معرفت طبی مردم علل خصوص بلند برداشتن معرفت طبی مادران. دومین زینه‌ای که من فکر میکنم این بلند برداشتن معرفت در تمام زینه‌های تحصیلات خصوصا تا مکتبی و مکتبی. من فکر میکنم در زینه‌های تحصیلات مکتب میونه باید فنی گیگن گذاشته شود برای که امروز بیماری‌های سیرویتی نهایت زیاد گشتند و پرقوت نمودن روند تعلیم در تمام کالج و دانشگاه‌های طبی جمهوری تاجیکستان. بعد از این من خوشمندم که اکریدیتاسیای نوی ساحه تندرستی، رفرم نوی ساحه تندرستی گذرانده شود. متخصصانی که در ما هستند در دهات جای‌ها چخیلی که عادل شانیش گفتند از خود ناحیه جرگتال و از خود ناحیه خوالینگ یک بیمار تشخیص گذاشتن نتوانستنی بروشنای تیف میگن دامنه روان میکنن به خود مرکز. بعد از این ساختارهای حفظ اجتماعی اهالی که هستند در این مسئله باید نقض کار برند. خب بعدا خودی وزارت تندرستی در یک جایگی با وزارت های قدرتی مملکت عاید سربازانی که گرفته میشوند باید پیشکی از تشخیص ویروسی گپاتیت ها و سپید پر گذرند. راه‌های پیشگیری بیماری‌های سیرویتی این در آن میباشد که باید اهالی بسیارتر معلومات داشته باشد درباره راه‌های پیشگیری نمودن این ویروس ها. من میخواستم گفتن که آن دختران و زنانی که به کاشانه‌های حسن میروند با خود همراه تجهیزات‌های خود را داشته باشند، یعنی از چیزی خود استفاده برند برای پیشگیری نمودن این بیماری‌ها. و آن جوانانی که به سرتراشخانه می روند و آنها نیز با خود تجهیزات خود را داشته باشند و در خانه در اویله نیز هر یک شخص باید تجهیزات خود را داشته باشد که از این بیماری ها امین باشد. با کدام واسطه ما با مردم فهمونیم، یعنی مردم چگونه معلوماتی بیشتر داشته باشند در مورد گزارش این بیماری ها، در مورد
پس منظر این بیماری ها که تا کجا برده ما رو میرساند؟ بیماری بسیارتر در بین مردم وام میخورد. این از نفهمی مردم، این چنین رعایت نکردن قاعده های بخطری، مخصوصا بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت آدم شخصی گفتن 3 روی گزارش دارد. باید هر یک شخص خب مثلا راهی که هست علاقه جنسی، هر یک شخص میتواند که این راه رو خودش در پیش خود مقصد گذارد که تو به این بیماری گرفتار نشود، یعنی دور بودن از علاقه جنسی به محافظتی. خب دیگر راهی که خیلی گفته گذاشتن با واسطه اسباب‌های طبی، یعنی این راه میتواند بعضا عملیات‌هایی که در شخص گذرانده می شود از اسباب‌های یک کرته استفاده برد، یا اینکه اسباب‌هایی که شخص میتواند آنها رو خودش دسترس کرده و مثال دندان پزشکان یا اینکه در کاشانه‌های حسن استفاده اسباب‌های یک کرته امکان پذیر است. لیکن هست حالت‌هایی که مثال عملیات‌های جراحی کلان گذرانده می شود در شخص. در این حالت‌ها و شخص نمیتواند که چنین اسباب‌ها رو یعنی خودش دسترس کرده استفاده برد. در این موارد باید طبیبان قاعده های اسپتیک و آنتیسپتیک میگن، اون درجه هایی که لازم است باید گذرانده شود. اولین درجه هر یک اویله باید کودکان رو در اون معیاری که از روی فرمان های وزارت تندرستی قید کردگی امگذرانی باید گذرانده شود. ما میدونم که از تولدخانه سرکار ما امگذرانی وارد میکنیم. با مانند برای گروه گپاچیتو، بعد از اون برای سیل و در آینده گوییم که برای دیفتریا، غیر از اون درباره سرخکان و دیگر رو. این همه امگذرانی ها کودک رو به حساب تو نزدیک 2 سالگی از بسیار بیماری هایی که سرایتی و در کودکان خردسال خیلی وزنی میگذارند ایمن نگاه میدارد، ولی بسیار اویله ها باشد از امگذرانی دست میکشند. خواهشمند اون بودیم که اون اویله هایی که کودکانشون از روی جدول امگذرانی باید گذرانده شد، حاضر هر کودک به شناسنامه امگذرانی در اویله ها هست. باید همه آنها باید امگذرانی در مدتی معین گردیده باید گذرانده شود. تشکر زیاد. در جاهایی که آدم‌ها بسیار جمع میشوند، المنترنی پیشگیری همین است. ماسک کشیدن در کار. بعد گپ زنان میکنید، میشینید من این آدمای دیگر به همین کسل دچار نمیشن، چون که این آدم خودش کسل است. اتوبوس تریلبوس میشینیم، ماسک باشن نخستر است که چون که آدما به این کسل دچار نمیشن. پیش از اوقات خوردن حتما دست شستن در کار، ناخن گرفتگی باشد. معرکه میشود یک پلاتین همه دست تازه میکند. این حتما ممکنه این کار کردن. باید که هر یک کس خودش باید که باشد، یا که هیچ هم من خود رولان خواهد است که باید که هر کس گیرد توجه کنه پرت. این راهایی که آدما کسالای پیشش اینفکشن میگم رو دیگه نشد، ریسپیراتوری نشوند، من این خیر است. یا که نگاه میکنید که کسالای هست که دکترها کار میکنن، خودشان دکترها کار میکنن، کسر مننگیت هست که نزا فرنگی دارد همون کسر به ماسک همون دیدنم این هیچ ممکن نیست که میتونه خودش کسل شود. کسر گلوزین دانه که به ماسک همون دکتر میبیند یا که میبیند ها این انگینا نیست، این دیگر میبیند میتونه خودش کسل شود. کسال خونی که بخشید این هم پسی دکتر در میزند نگران میرسه میتونه به همین کسال دشون و ها کذا بسیار. درباره اینا همشون دستور عمل داره ما در کافه داره که درباره کسال اینفکسیون همشون مطالباتی میگذاریم به هستن، همینا ما نشان میدیم. طبق دستور و سپارش پیشوای معظم ملت در تمام مؤسسه‌های طبی تاجیکستان چاره‌های ضروری برای پیشگیری نمودن پهنشوی بیماری‌های ویروسی دیده شدند و امروز خوشبختانه گفته میتونیم که در مؤسسه‌های تاجیکستان
муассисаҳои тиббӣ тамоми шароитҳо барои тамизгардонии асбобҳо ҷорӣ шудааст ва як чизи дигар хавотировар аст он аст ки бисёриҳо маводҳои яккаратара истифода мебаранд ва чанд маротиба боз истифода мебаранд аз ҳамин чиз даст кашанд чунки маводҳои яккарата барои як маротиба истифода бурдан аст. дуюм вақте ки муроҷиат мекунанд ба кошонаҳои ҳусн ва холкӯбӣ ва муроҷиат мекунанд дар ҳамунҷа асбобҳое ки истифода мебаранд аз худашон ва ё бояд ки тамиз гардонда шаванд. асбобҳое ки истифода мебаранд ҳар як шахс худаш ва тамиз нагардонда шароит муҳайё барои афзоиши микробҳо мешавад ва дар ин сурат метавонад боз ба як намуди бемориҳо гирифтор шавад. дигар роҳ даст кашидан аз алоқаҳои ҷинсии тасодуфӣ. агар мо менталитети тоҷикии худмона ба роҳ монем ва ҳар як ҷавон имрӯз вақт барои беҳудагардӣ надошта бошад, вақти худро ба хондан, ба китобхонӣ, чӣ хеле ки дар паёми имсолаи пешвои миллат омаданд ки ҳар як шахс бояд ки зиёда аз 5 китоб хонад дар давоми сол, донишҷӯ вақт намеёбад барои ба корҳои номатлуб даст задан ва барои ба бемориҳои гуногун гирифтор шудан. ва имрӯз мо дида истодаем ки аз тарафи ҳукумати кишвар, аз тарафи вазорати тандурустӣ, мо телевизиони Сафина ва ҷаҳоннамо ва Тоҷикистон нисбати ин пешгирӣ намудани бемориҳо тамоми чораҳои зарури андешида истодаанд ва мардум аллакай огоҳ ҳастанд ва ҳар қадаре ки мо зиракии сиёсии худмона аз даст надиҳем, аммо қадар барои солимии миллат мусоидат хоҳем кард. чӣ хеле ки гуфтанд, роҳи асосии пешгирӣ кардани гӯем ки мушкилии мубрам аст ин бемории вируси норасии масъулият будам, ин баланд бардоштани сатҳи маърифатии аҳолӣ оиди роҳҳои гузариши бемории мазкур. танҳо се роҳ аст. агар ки аҳолӣ аз ин роҳҳо огоҳ бошанд, метавонанд ки бевосита худро эмин нигаҳ доранд. ва дигар ин аст ки аз тарафи мо нафарони солим, нафароне ки гирифтори беморӣ ҳастанд, рӯҳан онҳоро чӣ кор кунем? таскин бахшем ва таъбиз ва тамғагузорӣ нанамоем онҳоро. стигма, дискриминатсия накунем ки онҳо бевосита дидаи дониста нафари дигарро бемор насонад. барои чи ман касал, дигар нафар бемор нест гуфта дидаи дониста онҳоро ба беморӣ дучор насозанд. ва стратегияе ки ҳаст, қабул шудааст аз соли 2017 то 2020, ин стратегияи 90-90-90 мегӯянд. бояд ки ҳамин стратегия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам пеша карда шудааст ва ин бевосита равона шудааст барои пешгирӣ кардани ин беморӣ. яъне ки 90% аҳолии тамоми дунё бояд огоҳ бошанд аз статуси худашон, аз дараҷае ки оё бемор ҳастанд ё нестанд. ва 90% ки аҳолии дунё бояд ки аз ташхиси лабораторӣ гузаранд ва 90% ки гирифтори ҳамин беморӣ ҳастанд маълум гардид, бояд ки таҳти табобати антиретровирусӣ гирифта шавад. аз азал доруи тоҷик решаи хор асту бас бӯи сино мекунад ин халқ аз даври қадим. метавонӣ аз забони пиру кампираш шунид дасти ман не, дасти ман не, дасти луқмони ҳаким. бинандаи азиз, дафъаи чандум аст ки ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем ҳамроҳи мутахассисон. ин маънои онро дорад ки ҳанӯзам дар ин мавзӯъ мушкилӣ ҳаст ва орзу мекунем ки ҳамеша сиҳатманду сарбаланду пирӯзу муваффақ бошеду хонатон пур аз гандум. то наздиктарин дидор, хайр азизон.